من مجاهد مرد سنگر آرایم، مؤمن خدا جویم، دشمن محترم و مجاهدینو، راځئ د اشغالګرو او د هغوی د ملګرو د استبداد، ظلم او ستم پر وړاندې د خپلو میړانو، مبارزو، خاطرو او سرښندنو کیسې وړاندې کړئ او راتلونکو نسلونو ته یې پرېږدئ. فراز سنگرها شور آتشین دارم، در ره عدو دین هر کجا کمین دارم. حریت رادیو ستاسو جهادي مبارزې او خاطرات د سنگر له څوکو خپرونه کې رانغاړي. دغه خپرونه د شنبې په ورځو 11 بجې او تکرار یې د ماسپښین په 3:30 بجو له حریت څخه. از فراز سنگرها شور آتشین دارم، در ره عدو دین هر کجا کمین دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز برنامه از فراز سنگرها در رادیو حریت، شما را خوش آمدید میگویم. خوشحال هستم که با یک ویژه برنامه خاص دیگر به حضور شما عزیزان حضور پیدا کرده ام. شنوندگان عزیز، در این برنامه یک مهمان ویژه‌ای داریم که از ناگفته های سنگر برای ما و شما بیان خواهد کرد. بهتر است شما با مهمان ما از زبان خودشان آشنا شوید. یک مهمان خاص که ناگفته های بسیار مهم در سنگر دارند و به ما و شما بازگو خواهند کرد. امید که تا پایان برنامه با ما بوده باشید و از داشته های این برنامه ما لذت ببرید و استفاده بکنید و آن انگیزه و احساسی که به برادران مجاهد ما بوده یا داشته و شما هم برای خودتان حاصل بکنید و از داشته های اینها و از احساس و انگیزه های اینها آگاه شوید. مهمان عزیز، به برنامه خوش آمدین. در قدم اول میشه خود را یک معرفی بکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شنوندگان گرامی رادیو صدای حریت، امید است که لباسی عافیت را بر تن داشته باشید. نام من نثار احمدی اعتمادی از ولایت غور می باشه. بسیار زیاد تشکر اعتمادی صاحب از ولایت غور زیبا. اعتمادی صاحب، بهتر است به اصل موضوع برنامه بپردازیم که امان از فراز سنگرها است. چه قسم انگیزه جهاد بر علیه اشغالگران به شما پیدا شد که شما احساس بکنین که نیاز است بر علیه اشغالگران اقدام بکنیم؟ جناب سیدی صاحب محترم، انگیزه جهاد زمان طفولیت به من ایجاد شد. زمانی که من به منطقه بودم و ولسوالی خود بودم، یاد میاد که از روزها اشغالگرها آمدن به ولسوالی ما. وقتی که آمدن مردم بسیار یعنی هیجان زده شدن که این کافرها یا اشغالگرها را ببینیم به این آزادی یا به همراه توپ و تانک و دیگه سلاح و مهمات بیاین به یک ولسوالی بیان و ما از خود هیچ اختیاری نداشته باشیم. یعنی مردم بسیار احساس ناامیدی میکردن، بسیار به غرق بودن که در سرزمین مهد علم و عرفان، سرزمین جهاد و مبارزه، اشغالگران یک قسم آزاد بیاید. بله، بسیار ناامید بودن و مردم خشمین شده بودن. از همین جهت حتی یاد میاد که من خودم که انگیزه‌ای که داشتم و انگیزه مردم میدیدم، من خودم مثل انگار میگرفتم و به طرف امریکایی ها من پرت میکردم، میانداختم و از بعد از اون من خودم فرار میکردم. از همون زمان طفولیت، زمانی که درس میخواندیم ما و همچنین بیشتر که مردم میدیدیم که آنها انگیزه جهاد دارن و اشغال نمیپذیرن، به ما هم انگیزه جهاد پیدا شد. اعتمادی صاحب، شما او وقت چند سال سن داشتین که یک قسم انگیزه داشتین که به سنگ کافرها رو میزدین که اینا اشغالگر است و تن ما رو اشغال کرده؟ انشاءالله 10 سال یا 11 سال داشتم، 11 ساله بودم. یعنی در سن 11 سالگی او احساس انگیزه‌ای که باید می بود با شما بوده ماشاءالله. اعتمادی صاحب، چگونه با مجاهدین شما ارتباط برقرار کردین و با مبارزه مسلحانه رو آوردین؟ چه قسم شد طریقه ارتباط برقرار کردن شما چگونه بود؟ جناب سیدی صاحب، طوری که جلوتر من یادآور شدم که انگیزه جهاد از زمان طفولیت به وجود ما بود و محبت جهاد و مجاهدین همیشه در قلب ما بود.
زمانی که مجاهدین به همراه موتورسیکل ها می دیدم بسیار یک شوق و علاقه خاصی به من پیدا می شد. حتی پیش خود می گفتم چی وقتی باشه که من هم مانند مبارزین، هم مانند مجاهدین، هم مانند ملت قهرمان بشه، یک روزی من هم یعنی به جهاد مسلحانه شروع بکنم. خلاصه من مدرسه بودم، بعد از اینکه رخصت شد، یعنی رخصتی آمد، رخصتی آخری سال، من رفتم به طرف ولسوالی زیبای پشتزرغون ولایت هرات. پشتزرغون هرات؟ بله بله. اونجا زمانی که رفتم، وقتی که رفتم اون قریه در تحت ساحه مجاهدین بود، یعنی در تحت کنترل سربازای امارت اسلامی بود. سربازای امارت اسلامی، بله. زمانی که دیدم اونجا مردم همه مجاهد بودن، اکثریتی نوبت می رفتن. حتی استاد ما بود، او یک هفته می گفت باید درس بخونیم، یک هفته به سنگر بریم. از همون جا باز ما ارتباط پیدا کردیم، به همراه مجاهدین رفتیم همراه مجاهدین و یکی از زیباترین خاطراتی من همون اول بار بود که من به طرف مجاهدین رفتم و به همراه مجاهدین یک جا شدم، که تقریبا نزدیکی یک ماه همراه مجاهدین بودم که او لحظات خوش و لحظات لذت بخش هیچ فراموش نمی شود. بسیار خوب. اعتماد صاحب، وقتی که شما به سنگر رفتین، بعد از اینکه مستقر شدین و مبارزه مسلحانه شروع کردین، رویه مردم با شما چگونه بود؟ آیا مردم با شما همکاری میکردن یا مزاحمت میکردن؟ در کل مردم با شما چی فکر داشتن درباره شما؟ بیشتر من به یک چیز اشاره بکنم که اگر مردم مخالف می بودن، مجاهدین پیروز نمی شدن. یعنی ملت به همراه مجاهدین بود. شما باور کنید وقتی که ما می رفتیم داخل قریه ها، می رفتیم بسیار به یک اخلاق نیکوی، بسیار به یک خوشرویی اونها می آمدن همراه ما مصافحه می کردن، آنها نان می آوردن دیگه، حتی آب می پاشیدن به جلوی راه مجاهدین. بسیار رویه مردم به همراه مجاهدین رویه نیکی بود و از هر کمک دریغ نمی کردن، کمک جانی و مالی به همراه مجاهدین همکار بودن. بسیار زیاد تشکر اعتماد صاحب. آیا شما کدام ظلم را از طرف اشغالگران و یا نوکرانشان که بر بالای خودتان صورت گرفته باشه یا بر بالای مردم ملکی به یاد دارین؟ بله سیدی صاحب، ظلم اشغالگران و نوکرانیان بر بالای ملت مسلمان افغانستان به همه ما و شما هویدا هست که هر لحظه و هر روز شاهد بمباردمان و ظلم اشغالگران و نوکرانیان بر بالای ملت مسلمان افغانستان ما بودیم. و خودم در سال تقریبا 4 سال پیش یا 5 سال پیش بود، یکی از رفیقها زخمی شد. وقتی که زخمی شد ما می‌خواستیم او را طرف قندهار انتقال بدیم. به کجا زخمی شده بود که شما می‌خواستیم به قندهار؟ به غور زخمی شد. یعنی مرمی به سر خورده بود، باز بسیار شدید زخمی بود. ما را بسیار مشکلات تا به هلمند آوردیم. بعد از هلمند گفتن اینجا مداوا نمیشه، او را ببریم. به چی ببریم؟ ولسوالی میوند قندهار یک ولسوالی بود، اونجا شفاخانه بهتری بود. یعنی در میوند یک شفاخانه از امارت اسلامی بود؟ بله بله، از امارت اسلامی بود و دکترای خوبی داشت. بعد از اون با ما دکتر مشوره کرد که این زخمی سر است، بسیار یعنی حساس است، باید این در راه نره که او خامه باشه و جم زیاد بزنه، تکان نخوره. بله، با اون مشوره کرد، گفت شما از راه سرک پخته بریم، چون که اگر از دیگه راه بریم این مریض از بین می رود. بعدا ما هم به خاطر مجبور بودیم قناعت کردیم، وسایلی که داشتیم اونا رو به محترمان تسلیم دادیم، اونا رو مخفی کرد. بعد حرکت کردیم ما. ببخشید، منظور شما از وسایل و تجهیزات نظامی است؟ اگر تجهیزات نظامی خاصی نداشتیم، تلفن و دیگه چیزایی که همراه ما بود. به خاطر اینکه در راه از طرف اداره اجیر که باشون مشکل خلق نشه اونا رو تسلیم کرده بود. بله، همین شکلی خودم بسیار به یک شکلی ساخته بودیم که او دشمن گمان نکنه که ما از مجاهدین هستیم. خلاصه حرکت کردیم از راه سرک عمومی شارای هرات قندهار و حرکت کردیم به طرف قندهار.
از چند چک پوینت دشمن ما عبور کردیم. از ما پرسان میکرد شما با کجا میری؟ ما گفتیم این شخص ملکی هست، زخمی جنگ کرده به همراه یک کسی، باز او را زده. خلاصه رفتیم به همین آخرین چک پوینت رسیدیم. وقتی که به همین آخرین چک پوینت رسیدیم، اینجا یک نوکری از نوکرای اشغالگرا بود که وقتی که این ما را دید بالای ما شک کرد، که شک کرد ما را گفت بیرون شیم از موتر. بیرون شدیم و بعضی ما را تلاشی کردن و مریض که دیدن گفتن شما طالبا، یعنی افراد امارت اسلامی هستید. خلاصه ما را دستای ما را بسته کردن، ما را به یک طرف بردن. پیش از این که از ما تحقیق بکنن شروع به لط و کوب کردن. یعنی هر قدر که در توان داشتن اونا میزدن و شروع به لط و کوب کردن، از قنداق تفنگ گرفته تا سنگ و چوب و لقط و اینا همه ما را میزدن. بعض ما تقریبا ساعت 2 بجه یا 1:30 بجه ظهر بود که به دست اونا افتادیم. تقریبا جناب سیدی صاحب تا ساعت 3 بجه، یعنی هر کس که تازه می آمد امو حسه خود می زد. هر تازه نفس که می آمد خود خسته می خیر ببینید. حتی دستای ما بسته بود. شما باور کنید چند بار مرا بالا کردن و به زمین زدن. خلاصه اونجا انواع و اقسام به شکنجه های ما الله متعال قبول کنه طرف دشمن دیدیم که از جمله یک شکنجه بسیار سخت داشت که یک دستمالی به روی ما مینداخت، بعد از آب گرم به دهانای ما میریخت. تقریبا یک افتاب آب ما خوردم، آب گرم بود. شما شاید معلومات داشته باشیم در تابستان ولایت هلمند و قندهار بسیار گرم است. ما را گرمی هوا خیلی اذیت کرده بود، یعنی قدر لطهای اونا ما را اذیت نکرده بود که گرمی هوا ما را اذیت کرد. بله ببخشید اعتمادی صاحب، تقریبا واقع حضرت بلال بوده که احد میگفت در گرمای سوزان بر بالای سنگریزه ها. یک احد از یادی ما رفته بود، تقریبا مشابه بود، امیر تکرار نمی کردی. الله تعالی قبول بکنه زحمت. آمین. بعد از اون زمانی که آب میریخت نفس قید میشد، بند میشد. خلاصه یک افتابه و خوردم، اقرار ندادم. گفتم من یک شخصی عادی هستم، من هیچ ای که هست همین شخصی که زخمی شده این کاکای من است، به همراه قرضدار خود جنگ کرده و قرضدار رو زده. بعد از اون به افتابه دوم چون که نفسم قید میشد، نزدیک بود که یعنی نفسم بیرون بیایه، من گفتم چی میکنم، مرا رها کنید، من اقرار میدم. چون که تلفن های ما به پیش آنها بود و دیگه ای که چیز مشخصی بود، یعنی قیافه ما و زخمی همه مشخص بود. ما گفتیم از این بیشتر خوده به مشکلات ناندازیم بگوییم. یک رفیق دیگه هم بود، او را به دیگه اتاقی تحت شکنجه گرفته بودن، مره به دیگه اتاقی. بعضو خلاصه خیلی به عذاب شدیم، مجبور شده اقرار دادیم که بله ما از مجاهدین امارت اسلامی هستیم. در اینجا اونا بسیار خوشحال شدن. من گفتم شاید من اقرار بدم اونا لط و کوب رها بکنن، لیکن لط و کوب 2 برابر یا چند برابر شده بر سر ما. بازم تقریبا نزدیکی نماز عصر شد. من هر قدر میگفتم برای ما آب بدیم، یعنی قدر ما را لط و کوب اذیت نکرده بود که تشنگی ما را عذاب کرده بود. ما آب بدیم که ما آب بنوشیم. خلاصه آب نمیدادم، هر قدر زاری کردیم آب ندادم، بسیار به عذاب شدیم. بعد از اون ما را انتقال دادن به می صندوق عقب موتر یا دکه میگه چی میگه، ما را انداختن. دکه یا داله؟ بله انداختن. در اینجا چشمای ما بسته هست، دستای ما پشت سر بسته هست. طبعا داخل همین دکه گرم هم هست، هوام گرم بود. باز ما از تقریبا صبح تا به همین لحظاتی تقریبا نزدیکی نماز عصر آب هم ننوشیده بودیم، بسیار به عذاب کرده بود ما را تشنگی. ما را انتقال دادن، انشاءالله شاید حالا که فکر میکنم به خودی مرکزی لشکرگاه انتقال دادن. اونجا که انتقال دادن
ما را میفهمیدیم که اونا به امروی دیگر میگفتن که به امنیت ملی اینا رو ببریم. ما را یک جای پایین کردن که انشاءالله او قماندانی امنیه قندهار بود، هلمند بود ببخشید. همونجا که پایین شدیم هر کس که می آمد امو یک سیلی یا یک لقد ما رو می زد. خلاصه اینجا هم هر چی گفتیم با ما آب بدیم، آب ندادم. از نماز اینا خبری نیست. تقریبا نماز شام شده. ما رو انتقال دادم به خلاصه تر بودن به امنیت ملی. زمانی که اونجا رفتیم دیدیم که اموی وسایل برق اینا رو آوردن که ما رو به برق بدن. بعد از او با ما امو معاونی رئیس امنیت ملی هلمند بود. با ما گفت که خود بلد نیاریم، همین چیزی که هست شما بگوییم. ما هم تو آزرده شده بودیم و دیگه زیاد یعنی بدن ما خسته شده بود. تو به رنج و چیز دیگه درد از بیشتر نداشتیم، چون که گفتیم از این بیشتر خود بلد نیاوریم، اونا چیز مشخصی هست. خلاصه ما رو همین خوبی را کردن، به دم برق ندادن. تقریبا نماز خفتن شد، اونا سوالات خود کردن دیگه، ما رو بردن به زندان بردن. زمانی که به زندان بردن خلاصه همونجا وقتی که من تازه داخل رفتم به هر نفر یک اتاق اونا میدادن. من گفتم من نماز نخواندم، خفتن بود، یعنی 3 وقت نماز از پیش من ترک شد. بعد از او من رفتم وضو گرفتم و نماز به اشاره خواندم. حتی سر خودم خم کرده نمیتوانستم، بالا شده نمیتونستم. به اندازه شکنجه شده بود؟ بله. همین موهای من کمی زیاد بودی، موها رو به دستای خود کنده بودم. خلاصه این نمونه ای از ظلم و ستم دشمن بود. وقت زیاد گرفته میشه اگر به تفصیل بیان بکنیم. واقعیت داستان دردآوری بود. به خودم خیلی واقعیت تاثیرات دردآور گذاشت. خب از این ظلم ها، از این جور و جفاها کم نیست. با خیلی از مجاهدینی که ما مصاحبه کردیم داستان خود مشابه بیان کردن، بلکه خیلی سخت‌تر ها. سوال بعدی که کمی از مشکلات و سختی های جهاد قصه بکنین، که چقدر مشکلات را شما در صحنه های جنگ و در پیره ها و این آن جهاد سپری کردین، یا از خوشحالی های جهاد بگوین. اگرچه خاطرات و مشکلاتی که در جهاد بود همه لذت بخش بود، یعنی مشکلاتی که در جهاد بود امیال هر مجاهد امو مشکلات یاد میکنه. ببخشید اعتماد صاحب یک کم ترک خلاصه بیان بکنین، به خاطر که وقت برنامه ما خیلی محدود است. بله، طوری که ما شما در جریان هستیم مجاهدین به مشکلات زیادی روبرو بودن. از اون جمله مشکلاتی آب و غذا که به اونها آب و غذا میسر نمیشد، حتی نان خشک به اونها میسر نمیشد که چندین بار خودی ما حالت مشاهده کردیم، سر کوها با ما نان میسر نمیشد. و خاطراتی زیادی هست که حالا وقتی شما کم است اگر نه بیان میکردم. ایره خلاصه بگویم که دیگر مشکلات جهاد همه لذت بخش بود. یکی که رفیق یا دوست در پهلوی مجاهد شهید میشد، این بسیار خاطرات تلخ بود. یعنی در داورترین لحظات همین لحظه بود که مجاهد و یا رفیق خود در کنار خود دست میدادیم. ببخشید اعتماد صاحب، میشه یک از اون خاطرات بیان بکنید؟ از اون جمله یادم هست که ما در یک جنگی برابر شدیم، یکی از رفیقای ما به کنار ما بود، بسیار شجاعانه می جنگید، به نام عبدالقدیر عمران، یعنی بسیار دلیر هم بود. یادم میآید که او حتی خود خم هم نمی کرد، پوت هم نمی کرد، اما تو استاد شده او به طرف دشمن فیر می کرد. خلاصه این بود که مرمی به همی شانه ایشان از طرف جلو اصابت کرد و به زمین افتاد و ما تو او را انتقال دادیم، از مقصد رساندیم که او را تداوی بکنیم. متاسفانه شهید شد. این بسیار یک لحظاتی سختی بود، لحظاتی تلخی بود حقیقتا. واقعیت لحظات دردآوری است اونجا، چون در صحنه جهاد که است ما با هر یک از مجاهدا وقتی که مصاحبه میگیریم یا به استودیو میاین، اونا
دوستایی که در سنگر داشتن چنان محبوب می شمردن یا می شمارن که بالاتر از همه چیز است. وقتی بهترین دوست یا کسی که از همه کس بدون مقصد دوستش داری وقتی شهید میشه دردآور است. اعتمادی صاحب در لحظات اخیر از برنامه قرار داریم، میریم بر سر فتوحات. وقتی که ولایت شما غور فتح شد و یا اینکه کابل فتح شد، شما چی احساس داشتین؟ چی فکر میکردین وقت؟ آیا شما قبل از این به ذهن خود چنین چیز رو جای داده بودین که به این قدر زودی الله تعالی یک نصرت پیروزی رو بیاره که افغانستان از جور و جفای ظلم خلاص شود؟ دقیقاً جناب سیدی صاحب، این قسم فتح و پیروزی الله متعال نصیب کرد که هیچ کدام ما شما به این قسمی که یعنی بدون کشتار زیاد یا بدونی که همه یک بار تسلیم بشن، هیچ کدام ما شما باور ایره نمی کردیم. لحظات فتوحات به همه ما شما معلومه لحظاتی بود که یعنی من خودم شخصا خوشحال ترین لحظات زندگی ما بود، به خصوص روزهایی که ولایت خود ما یا ولسوالی خود ما فتح می شد. یعنی در فتوحات ما به 3 ولایت خیلی خوشحال شدم، البته به 3 جا. یکی کابل بود که پایتخت افغانستان بود، یکی ولایتی ما و دیگه یکی میره امو ولسوالی ما. همیشه به می آرزو بودم که یک روزی بشه که امی ولسوالی ما امی فتح بشه. کمی نظری من تنگ بود. حتما جفا و ظلم و استبداد از ولسوالی خودتان بیشتر متحمل شده بودید. خب شما در بخش تحصیلی در کدام بخش‌ها تحصیل کردین و تحصیلات شما تا چی مقطع بوده؟ من در بخش تحصیل در مدارس علوم دینی تحصیل کردم، یعنی علوم دینی را فرا گرفتم که الحمدلله تا حدودی من علوم دینی را به اتمام رسانیدم که در آخر دوره حدیث است، دوره حدیث را هم خواندم. درست، بسیار تشکر. و در رشته نظامی وقتی که شما در سنگر بودین در چقدر تمرین کردین بخش نظامی؟ جناب سیدی صاحب رسما به معسکر متاسفانه وقت مهیا نشد، برابر نشد که ما برم، لیکن از کنار رفیقای خود ما یک چیزی می آموختیم. تمرین معسکر میکردیم. بله، هر لحظه تمرین میکردیم ما. بسیار زیاد تشکر جناب اعتمادی صاحب. به عنوان آخرین سوال یا آخرین پرسش، چون وقت برنامه ما خیلی محدود است، فعلا شما آینده امارت اسلامی را چگونه میبینین؟ آیا خود شما فعلا در امارت اسلامی ایفای وظیفه میکنین یا خیر؟ اگرچه فعلا من رسما وظیفه خاصی ندارم، مصروف درس و تدریس هستم. آینده امارت اسلامی و نظام اسلامی را من بسیار امیدوار کننده میبینم الحمدلله. من نه بلکه تمام ملت مسلمان افغانستان، تمام مسلمان های جهان امیدوار کننده میبینن که الحمدلله ما شما همه روزه شاهد پیشرفت هستیم، همه روزه شاهد آبادی وطن خود هستیم. اینطور لحظاتی دیگر شاید با ما شما میسر نشه، باید شکر این نعمت ما شما بکنیم. جناب اعتمادی صاحب، من میخواستم یک سوال بکنم، اما قبل از سوال یک چیز دیگر یادآور میشم. یک چیز از پیشرفت‌های امارت اسلامی برای من خیلی خوشحال کننده بوده، افتتاح سرک غور بود که به روزای نزدیک شروع شده. ما میخواستم از شما پرسان بکنم که در کدام یکی از پیشرفت‌های امارت اسلامی شما بسیار خوشحال شدین بعد از فتح؟ یقینا چیزی که جلوتر هم یادآور شدم که هر انسان به مو ولایت خود یک پیشرفتی بیه بیشتر خوشحال میشه، مثل که فتوحات آمد من بیشتر خوشحال شدم. راههای غور یکی از تاریخی غور که همیشه یعنی غوری تاریخی میگن یا غوری باستانی میگن، راههای صعب العبوری اون تاریخ چی میکنه یادآور میشه که غور راههای صعب العبوری داره که متاسفانه در این سالهای متمادی و 20 سالی اشغال نه تنها اونها یک راه نساختن بلکه درد مردم مداوا نکردن، بلکه همو حق مردم هم اونها خوردن. این یک جای افتخار و یک ابتکار بزرگی از طرف امارت اسلامی به خصوص مسئولین غور که با دست خالی، با جیب خالی آنها کاری ساخت شهرهای غور و هرات شروع کردن. من اول فکر میگردم شاید تنها پلچک بسازن یا همی قلتک میگه چی میگه ایره بزنن، نه الحمدلله به صورت معیاری پخته میشه.
واقعا جای خوشحالی است. ما هم خیلی خوشحال هستم چون غوری که در 20 سال مردم داد و فغان داشتن که ما سرک نداریم، برق نداریم، هیچ رسیدگی نشد. اما امارات اسلامی با کوچکترین امکانات یا با کمترین امکانات پروژه بزرگ افتتاح کردن. خدا کنه که با موفقیت ان شاء الله به اتمام برسه. شما منیس یک مجاهد رزمنده که مشکلات زیاد رو متقبل شدین، خواست شما از بزرگا چی است و توصیه شما یا خواهش شما از برادرایی که فعلا در نظام خدمت میکنن چی است؟ کوتاه اگر لطف بکنید. خواست ما و تقاضای ما از مسئولین امارت اسلامی و سربازهای امارت اسلامی این است که در طول 20 سال ملت همراه مجاهدین بودن، یعنی حتی از مشکلات خود کرده باید به مشکلات ملت بیشتر توجه کنند و رفتار نیکی به همراه ملت داشته باشند و پیام به ملت مسلمان اینه که قدری نظام بدانند و ادای شکری امنیت و این نظام بکنند. بسیار زیاد تشکر و یک تشکر ویژه میکنم از شنونده عزیز که تا این دم با ما بودن و از داشته های برنامه ما که محترم مولوی صاحب نثار احمد اعتمادی مهمان برنامه ما بودن و تا این دم که با ما بودن یک جان سپاس. تا با یک ویژه برنامه دیگر که به خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. الله حافظ و نگهدارتان باشد. من مجاهد مرد سنگر آرایم، مؤمن خدا جویم، دشمن تعد. محترمو مجاهدینو، راځئ د اشغالګرو او د هغوی د ملګرو د استبداد، ظلم او ستم پر وړاندې د خپلو میړانو، مبارزو، خاطرو او سرښندنو کیسې وړاندې کړئ او راتلونکو نسلونو ته یې پرېږدئ. فراز سنگرها شور آتشین دارم، در ره عدو دین هر کجا کمین دارم. حریت رادیو ستاسو جهادي مبارزه او خاطرات د سنگر له څوکو خپرونه کې رانغاړي. دغه خپرونه د شنبې په ورځو 11 بجې او تکرار یې د ماسپښین په 3:30 بجو له حریت څخه. از فراز سنگرها شور آتشین دارم، در ره عدو دین هر کجا کمین دارم.